سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. اسم من ساده. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. همونطور که تا الان شاید در روی تامنیل یا روی دیسکریپشن خونده باشین، این قسمت میخوایم در مورد تاریخچه قهوه از روزی که قهوه کشف شد تا همین امروزمون صحبت کنیم. این یک قسمت نمیشه این کارو کرد. خیلی هر چقدر من خلاصه کنم بازم یک قسمت نمیشه این کارو کرد. این قسمت اولیه که دارید از این سری ویدیو میبینید و میدونم که خیلی طولانی میشه، شاید 5-6 قسمت بشه، شاید هم 3-4 قسمت، نمیدونم، بستگی داره که چقدر بخوایم بریم جلو. ولی اونجوری که توی ذهن من هست میخوایم تاریخچه قهوه که چجوری کشف شد، چه اتفاقاتی افتاد تو این مراحل و برسیم به یه جایی و بعد از اونجا بیایم مدل دماوری‌های قهوه و چی شد که دستگاه اسپرسو درست شد، چی شد که دسته‌بندی ها اینطور شد، چی شد که دنیای قهوه به سمتی رفت که در حال حاضر داریم مشاهده میکنیم. بریم بیایم یه سری توضیحات کوچیک بدم و بریم سراغ ویدیوی اصلی. خیلی خوش اومدید دوباره. خب توضیحی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که این ویدیوهایی که در حال حاضر دارید مشاهده میکنید، من از روز اولی که این کانال استارت زدم میخواستم این محتوا رو تولید کنم، ولی با خودم گفتم بذار یه ذره خانواده کوچیکی که داریم یه کوچولو بزرگتر بشه که در حال حاضر اگه اشتباه نکنم نزدیک 400 تا سابسکرایبیم که همینقدر به نظر خودم کافی بوده که استارتو بزنیم و بریم جلو. یه توضیح خیلی کوتاهی و مختصری در مورد کانال بدم. دوستانی که تا حالا منو نمیشناخت، یعنی تا حالا منو دنبال نکردن و ویدیو رو ندیدن، من توی کانال خودم، توی کانالی که در حال حاضر مشاهده میکنید، دو مدل محتوا تولید میکنم. یه محتوای سرگرم کننده ممکنه خنده‌دار باشه یا هر چیز دیگه‌ای. دومین محتوایی که تولید میکنم و محتوای تخصصی که دارم در بیشتر روش وقت گذاشتم و تولید میکنم فرهنگ سازی عمومی در مورد قهوه است که همه نیاز دارن که بدونن. هر کسی که کافه میره قهوه میخوره و دوست داره در مورد نوشیدنی ها اطلاعات کامل و جامعی داشته باشه و تو تمام ویدیوهام هم کتاب ها و منابعی که ازشون خوندم و صحبت کردم هست، میتونید برید مشاهده کنید و امیدوارم لذت کافی رو ببرید. خب دوستان، بریم که قسمت اول رو استارت بزنیم. شاید براتون جالب باشه که قهوه چجوری کشف شده، اصلا چی شد که قهوه کشف شد، چی شد که به اینجا رسید، اصلا کی کشف شده، چند ساله توی ایران وارد شده. خیلی هم فکر میکنن که قهوه 5-6 سال، شاید هم 10-12 ساله که ترکیده توی ایران. شاید درست باشه، ولی وقتی که وارد ایران شده کی بوده، چه تاریخی بوده، چی شده که وارد ایران شده، چی شد که اصلا قهوه کشف شد، تو کدوم کشور کشف شد، تو این ویدیو قراره به این مسائل بپردازیم و بعد از اینکه این ویدیو رو تمام کردیم بهتون قول میدم که یه توضیحات خیلی خیلی عالی در مورد اینکه قهوه چجوری کشف شد پیدا می‌کنیم. قهوه در سال 850 میلادی کشف شد. توسط کی؟ توسط شخصی به اسم کالدی. کالدی یه چوپونی بوده که گله گوسفنداش رو، حالا بوزاش رو داشته میبرده به چرا و حالا یه گوشه نشسته داشته نگاه میکرد، یهو دیده که گوسفندا یا بوزاش دارن صدای عجیب غریب در میارن، ادا اطوارای عجیب غریبی چیز میکنن. اول میترسه، بعد اینکه مثلا یه ذره نگاهشون میکنه و میره جلو، حالا یه ذره تحقیق میکنه، میفهمه که آره از این گیاه گوسفندا خوردن و مثلا به این شکل افتادن که پر انرژی و بالا پایین میپرن، صدای عجیب غریب در میارن و خودش هم امتحان میکنه از اون قهوه، یعنی از اون گیاه که قهوه است، از اون گیاه امتحان میکنه و میبینه که خیلی انرژی میگیره، خیلی سرحال میشه و خیلی خوشحال میشه از این
میوه‌ای که خورده و سریع یه قسمتی ازشو میکنه، یعنی یه قسمتی از قهوه رو جدا میکنه، همون دونه قهوه رو گیلاسشو. احیانا کسی دقیق نمیدونه، اینو بهتون بگم که این داستانایی که دارم بهتون میگم این یکی از معروف ترین داستاناشه، داستان خیلی زیادی داره ولی معروف ترینش همینه. کسی نمیتونه تایید کنه اینو که قطعا اینه یا رد کنه اینو، ولی معروف ترینش همینه. خلاصه از داستان دور نشیم، مردم. از داستان دور نشیم. یه قسمتی از اون گیلاس ها رو میکنه، گیلاس قهوه رو میکنه و میره مستقیم به شهر، یعنی به اون روستای خودشون و وارد کلیسا میشه و به راهب اعظم کلیسا دونا رو نشون میده، میگه خب من اینا رو کشف کردم، این اتفاق افتاده برام، اینا تعریف میکنه و راهب اعظم خیلی جالبه، خیلی روح خوشی به این قضیه نشون نمیده، فکر میکنه که این یک میوه شیطانیه که باعث میشه که آدم انرژی شیطانی داشته باشه و این حرفا. و همون لحظه، یعنی چیزی از کشف قهوه نگذشته بوده و همون لحظه دستور میده که تمام گیلاسای قهوه‌ای که کالدی کنده بوده از بوته رو آتیش بزنن. خلاص آتیش میزنن و میره. خب یکی از همون راهبای سرکش که حالا تو اونجا بوده، حالا برای کسی که نمیدونن، راهب اعظم به همون یه چیزی مثل آخوند خودمونه که تو دین خودمون اسلام داریم، آخوند همونه، راهب اعظم بهش میگن. یکی این راهبه که بهش میگن مثلا مثل طلبه هایی هن که دارن آموزش میبینن، آموزش دینی میبینن تا به اون لول اصلی برسن. توضیح کوچیکی بود که براتون بدم. خلاصه یکی از همین راهبای سرکش میره و اون قهوه سوخته شده رو بر میداره، میخواد تست کنه ببینیم مثلا چه چیزیه که راهب اعظم همچین دستوری داده. میره ورش میداره و تست میکنه. حالا با چی تست میکنه؟ با آب یه ذره قاطی میکنه و میل میکنه. اون شب و تا صبح بیدار میمونه. یه لحظه فکر کردم کسی اینجاست. اون شب و تا صبح بیدار میمونه و به عبادت میپردازه. و جالبش اینه که بعد از اینکه راهب اعظم خبردار میشه خیلی علاقه‌مند به این قضیه میشه و روح خوش به این قضیه نشون میده و بعد از این ماجرا تمام راهبه ها، تمام کلیسای اون اطرافی که حالا بوده و این خبر پخش شده این قهوه میخورن و تا صبح به عبادت میپردازن و قهوه استارت ماجراش از اینجا شروع میشه. حق نگذریم اون راهبه سرکشی که بهتون گفتم میشه اولین باریستای خودمون، چه بخواد چه نخواد میشه اولین باریستای خودمون که قهوه رو با آب قاطی میکنه و اون نوشیدنی که حالا اون موقع بوده با اون سبک درست میکنه. خب یک گوشه دیگه ای از اتیوپی که این اتفاق میفته، نمیدونم احساس میکنم نگفتم، کالدی تو اتیوپی بوده که این قهوه رو کشف میکنه. نمیدونم گفتم یا نه، اگه گفتم که چی، اگه نگفتم بدونید که اینو گفتم و عذر میخوام که جا انداختم. یک گوشه دیگه از اتیوپی قبیله‌ای هستن به اسم گالاق. این حالا یه خلاصه کوچیکی در مورد گالاها بهتون بدم که حالا تو فیلم‌ها قطعا دیدین و کلمه گالا قطعا به گوشتون آشناه اگه فیلم باز باشید. مثلا گالا یه قبیله خشنی هستن که جنگ میکنن و اینجور چیزا و اونا میگیرن همین نوشیدنی قهوه رو با کره حیوانی قاطی میکنن و اونو یک نوشیدنی مقدس میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن وقتی قهوه رو میخورن، این نوشیدنی رو میخورن، شکست ناپذیر میشن و خدا باهاشونه و از اینجور چیزای مذهبی. و خیلی جالبه که واقعا هم شکست ناپذیر بودن. حالا تو فیلماشون هم میتونید برید سرچ کنید توی حاله فیلمی اگه گالا به گوشتون خورد یاد این ماجرا میفته. میرسیم به قسمت خیلی قشنگ ماجرا. ایران در سال 1000 میلادی یک فیلسوف بزرگ، یک کسی که علم امروزی خیلی 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 بهش متصله، یعنی اگه این شخصیت نبود قطعا علمی که در حال حاضر داریم
چه درمانی چه خیلی چیزای دیگه به این شکل نبود. کسی که واقعا تاثیرگذار بوده تو علم امروزی فیلسوف بزرگ ابن سینا. اولین فیلسوفی که میاد روی قهوه وقت میذاره و یه سری مطالب علمی در موردش ارائه میده ابن سینا بوده در سال 1000 میلادی.